الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علی نبی بعده. اما بعد امروز خواستم در یک اطراف مسئله مهمی که برای برادران و خواهران مسلمان و جوانان امت اسلام را امروز بسیار ضروری است خواستم در همون باره صحبت کنم. یک حدیث از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وابسته به این مسئله که داغ روز است خواستم به شما بیان کنم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید یک انسان در دنیا، یک بنده مؤمن در دنیا یک عمل بدی را به مردم جلب میکند، یعنی به مردم تشکیل میکند، مردم را به او دعوت میکند. مردم دارن عمل بدی او انسان در جامعه انجام میدهند. او انسان چی در دنیا باشد چی از دنیا میگذرد، گناه اون مردمی که اون عمل بدی را که از اون آموختن در نامه اعمال او نوشته می شود. عزیزان دل، با توجه گوش کنید که این مسئله به حد ضروری است برای هر یک برادر، هر یک خواهر. یعنی که در دنیا هر عملهای بدی که امروز جوانان یا خواهرای مسلمان دارن تشکیل میکنن، اگر چنده که اون کار خودشو بعدم ترک هم کنن، اون کسایی که از اونها آموختن این عملهای بد، این راه حرام آموختن، گناهشون در اونها رفتن میگیرد. عملی نیک هم باشد این چنین، یعنی یک عملی نیک، یک راهی نیک یک برادر، یک خواهر می آموزد و به دیگران تعلیم میدهد و اون شخصان اون عملی نیک این آدمی که یاد شده است انجام میدهند، ثوابش در این انسان می رود. او انسان اگر چند در دنیا باشد یا چه از دنیا گذشتگی باشد. عزیزان دل، این مسئله را، این حدیث ما برای چی گفتم؟ به خاطر که امروز اکثریت جوانان را میبینم، امروز اکثریت خواهرها در شبکه ها، چی در ایموش باشد، چی در واتساپش باشد، چی در توییتر باشد، چی در شبکه های دیگه باشد که نگاه میکنی امروز اکثر جوانای تاجیک یا خواهرها، بگیم که به طریق عروسی بگیریم، اما گروپ های تشکیل میکنن که گپای حرام میزنن یا گپای حرام نوشتگی هستن، حتی بعضی هاش به کفر رفته رسیدیسن. یعنی بگیم در همون جاهاشو گپای کفری می نویسن و مردم رو دارن دعوت میکنن به اون گروپ ها. اگر عزیزان دل، من شما اگر بیدار شیم، مسلمان واقعی شیم، این صحبت با برادران و خواهران خود اگر تقسیم کنیم، اگر یک برادرم یک خواهرم از این صحبت من شما بهره مند شود و از اون راه بگردد، این یک نعمتی بزرگ است. و الا اگر امت روز به روز، لحظه به لحظه به این شبکه ها داده شود و به اون گروپ های حرام رفته شود، عاقبت امت به هلاکت میرسد، به فسادی میرسد، برکت عزت مسلمان دیگر نمیموند. به همین خاطر خطاب ما به همون برادرها و خواهرایی که امروز دارن در اون شبکه ها گروپ ها تشکیل میکنن، مردم رو دعوت میکنن برای زنا و برای حرام گپ زدن، حتی بعضی های جوانای از خدا به خبر در اون شبکه ها دارن دشنامه ها میدهن، قبیح ها میگوین و زنهایی که علکی نو در راه زنا قدم میزنن اونها را راهاشون تشکیل میکنن. از خدا بترسید. همه من شما پیشگاه الله میریم. همین روز گناهایی که از من شما، از شخصیت من شما سر میزند، همیشه در نزد الله جواب دادن نمیتونیم. چی برسد به این گناهایی که امروز به مردم تشکیل میکنیم، مردم راهاش نشون میدیم. همین روز در همین شبانه روزی اونقدر گناهایی که از من شما سر میزند، عزیزان دل کمی اندیشه کنید. در کار و بار داریم دشنام میتیم، به احترامی نسبت پدر و مادر میکنیم، نسبت زن و فرزند میکنیم، نماز را قضا میکنیم، روزه را قضا میکنیم. آیا گناه همی بسنده نیست که با داریم در شبکه ها جاها تشکیل میکنیم و مرد جوانا و خواهرها را یک جا جمع کرده زنا تشکیل میکنیم، قمارها تشکیل میکنیم، همه پیشگاه الله میریم. لیکن اون شخصی که این کارا را میکند در دنیا عذاب الله را قوتش نداری، چی برسد به روز آخرت که الله مهربان سخت‌ترین عذاب به بالات میاره، به خاطر که تو داری راه های حرام برای مردم آشکار میکنی.
و یک نقطه مهمی است که میخوام در این صحبت به شما برسانم. امروز اکثریت جوانای مسلمان دعوا میکنن، حتی اونها را ما جوان مردم نمیگون، به دعوای خودشون میگن که همون خواهرای زنهای مسلمان امروز دارن براهای فاحشه میرن، همونها خودشون به زبان میگن، لیکن هم اکثریت امروز خواهر مسلمان، زن مسلمان کی به عزت میکنه، کی به اورو میکنه، باز یک برادر تاجیکی به ناموسی دیگه میکنه. اگر زنها کمتر، دخترها به شرم به حیا شدن، مردا باید در راه حق باشن، باید مثل یوسف رفتار کنیم. به خاطر که اونها نمیفهمند جوان امروز از خانه بیرون است، محنت میکند، کار میکند، باید عقل و زیرکی را از دست ندهد، آیندهش فکر کند، در فکر خواهر و برادر خودش باشد تا که او رو یک خواهر مسلمان نریزوند. به همین خاطر به خود بیان از اون شبکه‌ها و از اون برنامه‌هایی که سر تا سر همه فساد هستند، فاسقی هستند، کفری هستند، اولا اجتناب کنید با اونجا رفتن. و از همه خطرترش این است که تشکیل نکنید، دعوت نکنید جوانان و خواهرها را برای این راه ها که فردای روز قیامت کفن از تنم برهنه می شود. در نزد الله بسیار سوال سخت از الله متعال از من شما میپرسد. فکر میکنم که برای انسان با عقل همیشه بسنده میکند. الله متعال همه من شما را در راه اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرماید. آمین.